بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که سنت یکی از منابع اصلی کشف آموزه‌های دینی است، اما ما و بسیاری از مسلمانان عصر حضور ائمه سلام الله علیهم اجمعین با سنت روبرو نبودند به شکل مستقیم، بلکه با پدیده‌ای که گزارشگر و حاکی از سنت بوده در ارتباط بودند. اصطلاحاً اون پدیده را حدیث می‌نامند. حدیث به شکل طبیعی از دو بخش اصلی تشکیل شده. بخشی که از اون به سند یاد می شود که مجموعی از عناوین راویان رو به خودش اختصاص می دهد، و متن حدیث که عرض شد عموماً بیانگر سخن یا قول معصوم است. اعتبار و استحکام حدیث گره مستقیم خورده با سند حدیث، و چون در کتاب‌های حدیثی به شکل مستقیم و فراگیر و همه جانبه به بیان ارزش و میزان استحکام احادیث پرداخته می شود، خود به خود باید دانشی عهده‌دار تأمین این نیاز باشد. موضوع گفتگوی ما بر پایه این دانش شکل می گیرد. اما چون دانش رجال یا علم رجال الحدیث دانشی است که سابقه و رنگ تاریخی دارد و باید گام گام این مباحث با ذکر نمونه‌های عینی پیش برود، امروز به عنوان تکمیل بحث گذشته به ذکر 3 نمونه میپردازیم از اسناد احادیث که عزیزان به عینه ببینند که اسناد احادیث ما از ارزش مختلفی برخوردار است. 3 نمونه سند از معتبرترین کتاب حدیثی شیعه، یعنی کتاب کافی. اولین سند رو دیگه، متن حدیث رو عزیزان خودشون بعد مطالعه کنن چون وقت زیادی ما در اختیارمون نیست. کتاب کافی جلد 1 صفحه 383 حدیث 2. آدرس ها بر اساس چاپ دارالکتب اسلامی 8 جلدی. ما با این حدیث که چنین سندی دارد روبرو هستیم. محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی قال قلت رضا علیه السلام. خب وقتی ما به منابع مربوطه برای شناخت این راویان رجوع میکنیم که بعداً به شکل تفصیلی به معرفی اون کتاب ها خواهیم پرداخت، خواهیم دید که این سند از بهترین اسناد شیعی و هر 3 راوی قرار گرفته در سند از ارزشمندترین و قابل اعتمادترین راویان شیعه هستند. به عنوان نمونه ما از کتاب رجال نجاشی به عنوان یکی از منابع مهم رجالی شرح حال هر 3 راوی را پی میگیریم. محمد بن یحیی در ابتدای اسناد کافی استاد مرحوم کلینی محمد بن یحیی العطار. وقتی ما به کتاب نجاشی که یکی از قدیمی ترین و معتبرترین منابع رجالی شیعه است رجوع میکنیم، در صفحه 353 مدخل 964 مرحوم نجاشی این راوی رو این چنین معرفی میکنن: شیخ و اصحاب نافی زمانه ثقتون عینون کثیر الحدیث. بزرگ و استاد اصحاب ما در زمان خودش، قابل اعتماد، چشم طائفه و بسیار پر حدیث. خب این تعابیر نشانه بلندای مقام علمی روایی جناب محمد ابن یحیی العطار است. راوی دیگری که در سند بود و محمد ابن یحیی ازشون نقل حدیث میکردن، احمد ابن محمد ابن عیسی که منظور احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری است. باز وقتی به کتاب رجال نجاشی برای معرفی این راوی رجوع میکنیم، مرحوم نجاشی در صفحه 81 مدخل 198 به تفصیل به معرفی این راوی میپردازند و جناب احمد بن محمد بن عیسی را این چنین معرفی میکنند: شیخ القمیین
و وجههم و فقیههم غیر مدافع. بزرگ قمی ها، فقیه قمی ها، چهره سرشناس قمی ها و یک راوی بیمانند. پس این راوی هم از نظر بلندای مقام علمی و روایی در بالاترین مرتبه حدیثی قرار گرفته. راوی سومی که در سند حدیث ما قرار گرفته بود و احمد ابن محمد ابن عیسی از اون نقل حدیث میکرد، صفوان ابن یحیی البجلی از اصحاب الرضا علیه السلام. باز مرحوم نجاشی در صفحه 197 کتابشون مدخل 524 به معرفی این راوی میپردازن. مرحوم نجاشی به شکل تفصیلی به معرفی این راوی میپردازن، اما من بخشی از بیانات مرحوم نجاشی رو میخوانم، انشاءالله دوستان خودشون پیگیر خواهند بود. ثقتون عینون، یک راوی قابل اعتماد، بسیار قابل اعتماد، کسی که به منزله چشم اصحاب قرار داشته. و وقتی نگاه میکنیم به مجموعه گفته های مرحوم نجاشی او را سرآمد راویان عصر خویش در بحث عبادات و تمسک به عبادات شرعی معرفی میکنه. پس میبینیم سند این حدیث با توجه به راویان واقع در سلسله اون سند از بالاترین ارزش برخوردارن. بنابراین همونطور که قبلا گفتیم سند به عنوان گذرگاه و مسیر دستیابی به متن حدیث قرار دارد، این مسیر و این گذرگاه مطمئنترین مسیر دستیابی به متن حدیث است. خب این یک نمونه از اسناد است. تمام اسناد از چنین استحکامی برخوردار نیستند. نمونه دیگری رو از همین کتاب کافی پی میگیریم تا ببینیم گاه ما با اسنادی روبرو هستیم که در پایین ترین مرتبه ضعف قرار دارند. اگر ما به کتاب کافی صفحه 195 رجوع کنیم و حدیث 5 رو ملاحظه کنیم، با این سند روبرو میشویم. کافی جلد 1 صفحه 195 حدیث 5: علی بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل بن زیاد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبد الرحمن العصم عن عبدالله بن القاسم عن صالح بن سهل الحمدانی قال ابو عبدالله علیه السلام. نکته قابل توجه در این سند که الان از دید منابع رجالی خواهیم دید، وجود راویان پیوسته و متصل در 5 عصر و 5 طبقه که همگی تضعیف شدند، برخلاف سند پیشین و سند حدیث پیشین که راویان همگی توصیف شدند. اینجا ما با 5 طبقه از راویان روبرو هستیم که همگی تضعیف شدند. به عنوان مثال باز وقتی سراغ کتابی مثل نجاشی میریم تا از شرح حال جناب سهل بن زیاد به عنوان یک راوی آگاه بشیم، مرحوم نجاشی این چنین سهل بن زیاد رو به ما معرفی میکنن. مرحوم نجاشی سهل بن زیاد رو در صفحه 185 مدخل 490 این چنین معرفی میکنن: کان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد فیه. فردی است که در امر حدیث ضعیفه و نمیشود به اون اعتماد کرد. بحث رو ادامه میدن: و کان احمد بن محمد بن عیسی یشهد علیه بالغلو و الکذب و اخرجه من قم الی الری. احمد بن محمد بن عیسی، همون احمد بن محمد بن عیسی که در سند قبل بود، شیخ القمیین، فقیههم، وجههم غیر مدافع، که رئیس مذهبی اجتماعی قم هست در اون زمان، سهل بن زیاد رو به خاطر ضعف زیادش از قم بیرون میکنه و اون رو به ری تبعید میکنه. خب این یک سنده که چنین راوی درش قرار گرفته. باز راوی دیگری که ما در این سند میبینیم و اون هم از ضعف برخورداره، جناب محمد بن حسن بن شمون هستند که باز مرحوم نجاشی به معرفی ایشون میپردازن در صفحه 335 مدخل 899: واقفون ثم غلا و کان ضعیفا جدا فاسد المذهب. فردی بوده که از جهت مذهبی واقفی بوده، انحراف مذهبی داشته،
بعد به جرگه غالیان پیوسته و بسیار در امر حدیث ضعیف است و فاسد المذهب هم هست. خب این راوی هم از چنین ارزشی در نگاه رجالی ها برخورداره. خب وقتی برگردیم به سند روایتمون و سند روایت رو بررسی کنیم، میبینیم فردی به نام عبدالله ابن عبدالرحمن ابن اسم در سند قرار گرفته. باز وقتی به سراغ منابع رجالی میرویم تا در مورد عبدالله ابن عبدالرحمن اسم با ما صحبت کنن و دست به دامن نجاشی میشویم، در صفحه 217 مدخل 566 ضعیف غال لیس بشیء، یک راوی ضعیف غالی بی ارزش، لیس بشیء بی ارزش. همچنین راوی یا راویان دیگری که در سند این حدیث قرار دارن وقتی بررسیشون میکنیم میبینیم کم از ایشان نیستن. به عنوان مثال فرد بعد عبدالله ابن قاسم، باز مرحوم نجاشی وقتی به معرفی ایشون میپردازن در صفحه 226 مدخل 593 عبدالله ابن قاسم الحارثی ضعیف غال. ببینید مجموعه راویان پیوسته در سند همگی ضعیف. حتی صالح ابن سهل همدانی یا همدانی که در سند این حدیث واقع شده، باز وقتی به سراغ منابع رجالی می رویم می بینیم که این راوی نیز از ضعف از نگاه دانشمندان رجالی برخوردار است. مرحوم ابن غزائری در کتابشون صفحه 69 مدخل 69 این چنین این راوی رو معرفی میکنن: غال، کذاب، وزاع للحدیث، غالی، دروغگو و بسیار وضع کننده حدیث. بنابراین میبینیم که اسناد احادیث به لحاظ وقوع سلسله راویان در دل اون اسناد از ارزش یکسان برخوردار نیستند. والحمدلله رب العالمین.